سبحان الله. مادرت در سینه خوستین با تو داد، غنچه تو از نسیم او کشاد. دولت جاوید از او آموختی، دولت یافتی خانه و در کردی، پدر مادر خاله گپی زن بالا های هست همین روز. زن زور ده خانه، برای که زن ای اسلام دور های. زن سوره الحمد نمیدونه، قل اعوذ برب الناس نمیدونه، برای او زن برای فرزند جواب میگه. الله میگه ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم. ای محمد از کدام نعمتی که تو استفاده میکنی جواب میگی. اینا ما شرچای خورده جواب میگیم که الحمدلله که قرآن میخونیم، نماز تهجد میخونیم، نماز بامداد میخونیم، 1000 مرتبه شکری خدا لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم. الذي خلق الموت. شو الله حیات نگفت برای که حیات ما و شما معقدیه گذراه. الله بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل. ای محمد بگو زندگانی دنیا قلیله، تیز گذراه. نگاه کن، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اینما تکونوا یدرککم الموت. شما در کی جایی که باشه میگه مرد شما را جستجو میکنه، چی خانه های با حشمت، چی پولدار باشین، چی منصبدار باشه، چی ایشان ملای فرقی نداره، موت در سراغ شما میاد. وقتی که در امتحان خدا قرار کی داشته باشیم، ما باید کمبودی هامون اصلاح کنیم، پدر حرمان نکنیم، پدر همسایه قتی خوش معامله رفتار کنیم. یک کس بدید میکنه خوبی کن، انا بعد چی میشه؟ وارد جنت میشه. جوانی اومد گفت که جنت چند قد دوره؟ گفت جنت پای چپت در بالای نفست بمون، پای راست خدی جنت. کی میکنه این کارو؟ سوال پیامبر اینه که خیلی اون گفت که حضرت این چنه میگه؟ گفت جنت چند قد دوره؟ با پای چپت نفست بجق دمش بگیره، با پای راست جنت بده. همین کرتا تبتی عکا تپوشای می نفس ایوخی پولا بته ماشین بته های کنه یک حق زمین تبتی جنگ نمیخیری میره جنت. ده حق دعای خیر بعدی مردان بگی سود بازی که پدان علاب حق خورا نمیخیری میره دوزخ. انا توریه حضرت میگه مولای جنوبی چشم بکشا، اگر چشم تو صاحب نظر است زندگی از پی جهان دیگر است. اگر 1000 اعتکاف بشنیم، 100,000 بار حج بریم، همسایه ایمو راضی نباشه فایده نمیده. اکد زنت فرزند دگر راضی نباشه فایده نمیده. میگه دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. رسول خدا خانه خدا را طواف میکرد، میگه وی خانه حضرت ابراهیم به فرمان الله تیرا بنا کرده. کسی بیای طواف کنه مثل نوع مادر طواف نه که دلی بنده مومن است بزرگ. تموم شده دعا میکنیم میخوایم بخیریم بود چی لگه اللهم لك صمت و بك آمنت و علی عهدك و للصوم القدیم من شهر رمضان الذي فريضة. خداوند تنصیحتی و خوشی روز قیامت از لوای پیغمبر خدا شفاعت ممکنه ما شریف رمضان شد. به عقلیه که به ادبی کریم بخشش آن ما گفت خودش رمضان کی میتم الله روز قیامت الله میتم ها کردم کو خیلی باش مو بکنیم. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الله تبارک و تعالی میگه که روز قیامت پیغمبر خدا میگه حدیث صحیح هم اجرش ملائکه معکلان مینیسه، میگه معکلی طرف دست راست چپ مینیسه. الله میگه روزدار میگه یک دروازه ای که با در ریان میگن این دروازه را روزدارانی که به اخلاص روزه گرفتن وارد جنت میشوند. پنهانی میتونه هر یک انسان برای شوربه را بخوره و یک پلاچوی بزنه و کنه بگه من روزدارم. یک جوش میدونی میگه من روزدارم روش سیاه میگه.